برنامه خبری و تحلیل اخباری آزادی است تقدیمتان در پخش مستقیم از استودیوی مرکزی. سلام بینندگان عزیز. امروز 20 نوامبر با جمعی همکارانم این موضوع ها را به بررسی گرفته ایم. دیپورت یکمری برای خردترین قانون شکنی، پیشنهاد نوبتی وکیلان روس به دومای دولتی. مثلا دو مهاجر در حدود روسیه با همدیگر زنازنی کردند و دیگر هرگز به روسیه وارد شدن نمی-توانند. در روز جهانی اطفال، مادران فلسطینی می‌خواهند فرزندان آنها نیز مثل کودکان دیگر در دنیا زندگی آرام داشته باشند. وقتی کودکان از خواب می‌خیزند، از من می‌پرسند که کی این حمله‌های هوایی تمام می‌شوند. و در تاجیکستان هنرمندان و هواداران در روز زادروز بازار صابیر شاعر معروف تاجیک برای گرامی داشته یادی و جمع آمدند. وکلان مردمی در روسیه پیشنهاد دارند که مهاجران برای همه گونه قانون شکنی از جمله حقوق ویرانکنی مأموری یکمری از این کشور اخراج کرده شوند. آنها هفته گذشته در نشست خبری گفتند این پیشنهاد باید در کنسپسیون نوی مهاجرت به روسیه وارد کرده شود. مثلا دو مهاجر در حدود روسیه با همدیگر زنازنی کردند. پگاهش از حساب دولت آنها با هواپیما سوار شده و بازپس فرستاده می شوند و دیگر هرگز به روسیه وارد شدن نمی توانند. برای اینکه ما معلومات های بیومتری آنها را می دانیم، اکثریت در چنین حالات نام و نسب خود را عوض کرده دوباره به روسیه می آیند. معلومات های بیومتری چنین امکانیت را که در قانونگذاری جای داشت از بین می برد. такой лазейки в нашем законодательстве. به قبل وکیلانی که طرح نوی کنسپسی را پیشنهاد کردند، حکومت روسیه نباید به مجران کاری اجازه بدهد که در بیمارستان و مکتب ها، داروخانه ها و نقلات جمعیتی به مثل تاکسی کار کنند. حالا معلوم نیست کنسپسی نوی مهاجرت کاری به روسیه کی نهایی و قبول می شود و آیا این پیشنهادها را میپذیرند یا نه. هر سال صدها هزار شهروند تاجیکستان برای یافتن کار و معاش مناسب به خارجه و اساساً به روسیه می روند. بر علاوه مقامات این کشور با دادن امتیازهای به مثل تقدیم آسان شهروندی قسمی از پزشکان و آموزگاران صاحب تجربه تاجیک را به کار در آن کشور جلب کردند. ضمناً اخیراً یک مهاجر تاجیک مراد قوتوف کارنمایی نشان داد و پیش رو یک شهروند روسیه را گرفت که با نارنجک دستی وارد مسجد در منطقه لوبرسی ولایت مسکو شده تهدید ترک کردن آنجا را کرده است. و از بین نمازگزاران پراکنده شده یگانه کسی بود که در برابر مرد روس ایستاده با دستانش نارنجک باشوده را داشت و او را راضی کرد که گرانت را بدهد. گزارش همکاران ما از بخش میگرانت میدیا را گلبهار مرادی تقدیم میکند. این یک لحظه بین مرگ و زندگی بود. در آمدم نماز جمع مسجد شیشتگی بودم امی ردکی نگاه کردم که در آمد آدمی بیگانه خیلی ویدی پیون وارد در آمد یکی چشم چسبید نگاه کردم در دستش گرانات های او گفت که یواز مسلمان نینویجو گفت هم چکش کنده بود که ما قپیدمش. مراد قواتوف مهاجر تاجیک نارنجک را از دست یک مرد در مسجد دزرژینسکی ولایت مسکو گرفت. آن روز باور داشت که اگر نارنجک ترک کرد او و مرد حملگر کشته خواهند شد. مردی که گرانات در دست به مسجد وارد شد شهروند روسیه الکسی بنیافسکی بوده است. روز جمعه 10 نوامبر به مسجد در آمدن این مرد نمازگزاران را به وحشت آورده سبب ویران شدن نماز جمعه گشت. واقعه در نزدیکی کاتلنیک ولایت مسکو رخ داد که مدت است مسجد آن به یک مکان جنجالی و مایه اعتراض اهالی محلی شده است. مرادلی میگوید الکسی بنیافسکی فریاد زد که همه را میترک کند و نمازگزاران برخاسته از نزد وی به دورتر گریختند. مرادلی زمانی با مرد کشمکش کرد که وی سیم نگهدارنده نارنجک را کشیده بود. طرفش رفتم همون چقدر уже даже اومده فکر دا نبود که ما 3 تا کودک دارم کودکوم فکر نکردم ما یگم کس دیگر را فکر نکردم پدر مادر ما فکر نکردم فکر اینه برادرای ازبک قرغیز تاجیک اینه فکر کردم با برین مسجد با کدام مکتب بود چیز دیگه بود فکر اونم کودکا را کردم. در این مسجد که در میدان دزرژینسکی ولایت مسکو جایگیر است روزهای جمعه قریب 300 نفر نمازگزاران
اساسا مهاجران برای نماز خواندن جمع می شوند. آنها نمایندگان کشورهای آسیای مرکزی و هم جمهوری‌های مسلمان روسیه هستند. آن روز مرادلی توانست بینیوسکی را تیله داده به بیرون مسجد برآورد. کشمکش با او در حوله مسجد روی داد. مرادلی میگوید مقصدش این بود که از ضرر به دیگران پیشگیری کند. من خواستم گرانت ای دستی او بگیرم، برادرها خیلی بدنم، بچه‌ای که در اونجا گفته استودن که مقصد بگی ای دستش که هم خیخش رو بگیر، نه کفه احتیاط کن. مقامات و رسانه‌های روسیه دیرتر گفتند الکسی بینیوسکی را دستگیر کرده اند. آنها اعلام داشتند که گرانت اصلا بازیچه یا آرایشی بوده است. ولی مرادلی میگوید کارمندان پلیس وقتی به جای واقعه رسیدند از نارنجک ترسیدند و نزدیک نمی شدند. پیشم میرم ما بگیرن میگم میترسم. نه میگه پیشمون نمیگه اونجا بیست. پلیس روسیه گرانت را بازیچه اعلام کرد ولی تفتیش درستی این خبر ناممکن است. بجز این الکسی بینیوسکی 45 ساله یک بیمار روحی نامیده شد که سنجیدن مستقلانه این نیز امکان ندارد. این چنین گفته شد که او سرخوش بود. مرادلی قواتوف شاد است که باز فرزندانش را می‌بیند و می‌خواهد فراموش کند که ممکن بود آنها دیگر او را نبینند و به سر و کتف و گردنش نبرایند، دیدار و شادمانی نکنند. وقتی گزارش ما آماده میشد خبر رسید که همسرش به مرادلی فرزند چهارم یک پسر نازنین را هدیه آورده است. شما برنامه اخباری رادیو زودی را تماشا دارید. امروز روز جهانی کودکان است. یونیسف یا بنیاد اطفال سازمان ملل متحد یک هدف اصلی اعلان این سنه را حمایت از کودکان و حفظ حقوق آنها گفته است. در حالی که در اکثر کشورهای جهان در این روز برای کودکان چاره‌بینی و اقدام‌های مختلف روی دست گرفته شده است، از وضع کودکان غزه نوار و عکس‌های دلریش کننده می‌رسد. در گزارش همکارم زرانگیز نوروشو می‌بینیم که کودکان در این گوشه دنیا زیر بمب و موشک چه حال دارند. صدای خنده در غزه این روزها خیلی کم شنیده می شود، اما در این میدانچه بازی کودکان در شهر خان یونس خردسالان لحظه از دهشت جنگ دور می شوند. هرچند اینجا هم پرره به خطر نیست. رگد ابو اسی 11 ساله میگوید پدری او را نیروهای اسرائیلی از همین میدانی بازی گرفته بردند. من از جنگ بسیار میترسم زیرا نصفی از دوستان من شهید شدند. بنا به اطلاع وزارت تندرستی غزه در پی موشکباران اسرائیل 5000 کودک کشته شدند. در مجموع در این جنگ 12300 فلسطینی فوتیدند. در حمله حماس ماه اکتبر 1200 اسرائیلی کشته شد. ارتش اسرائیل میگوید گروه حماس بناهای استقامتی و انشاءات غیر نظامی را به مرکز فرماندهی نگهداری اسلحه و مکان پرتاب موشک تبدیل داده است. حماس این ادعای اسرائیل را رد میکند. صدها فلسطینی که از منطقه های شمال غزه به جنوب کوچانیده شدند در مکتب های سازمان ملل پناه بردند و شرایط ضروری ندارند. احتمال آنها مجبور می شوند که از اینجا هم کوچ بندند. روز 17 نوامبر یاور سروزیر اسرائیل از ساکنان آسایشته خواست شهر جنوبی خان یونس را ترک کنند. به گفته وی حمله زمینی اسرائیل به این منطقه نزدیک است. اون رمضان آیت مادر فلسطینی میگوید در پی ضربه های بی‌ایست هوایی فرزندان او آسیب جدی گرفتند. اگر ببینند که کبوتر پرواز دارد فکر میکنند این موشک است. وقتی کودکان از خواب میخیزند از من میپرسند که کی این حمله های هوایی تمام میشوند. کودکان روزهایی را از سر گذراندند که آنها را از سن واقعی خود کلانتر کرد. این مادر می‌خواهد اطفال فلسطینی هم مثل کودکان دیگر در دنیا زندگی آرام داشته باشند، ولی میگوید امید ندارد که دوباره شادی و خوشبختی به فضای غزه برگردد.
در مراسم تویی که در بادکند قرقیزستان برگزار شد، خیش و تبار نوخانه‌داران از تاجیکستان با دلیل بسته بودن مرز نتوانستند اشتراک کنند، ولی به این جفت از آن سوی راه دادند. این را که تقریباً 12 متر پهنایی دارد، مرز تاجیکستان و قرقیزستان را معین می‌کند و ساکنان حق عبور از آن را ندارند. جولانبek غازیبایف، ساکن بادکند قرقیزستان، میگوید نصف نزدیکانش در تاجیکستان زندگی می‌کنند. پس از جنجال‌ها در سرحد در ماه‌های اپریل مای سال 2021 قرقیزستان مرز خود را با تاجیکستان بست. از آن وقت سرکرده روا و دادوگریفت در سرحد بست شده است. با جولانبek و زولولا، دو جوان از بادکند، بیبی و خاله و عمه‌ها از آن سوی مرز داده به تویشان تبریک کردند. اگر عمر وفا میکرد، امروز بازار صابر شاعر معروف تاجیک 85 ساله میشد. ادیب شناخته در اول دهه 1990 بازداشت و سپس آزاد شده به امریکا مهاجرت کرد و 1 می سال 2018 در یکی از بیمارستان‌های شهر سیاتل امریکا درگذشت. گزارش را درباره گرامی داشت یادی او همکار ما امیر ایسایف تقدیم میکند. آرامگاه بازار صابر شاعر شناخته تاجیک در گورستان لوچاب، محل دفن شاعران و چهره‌های شناخته تاجیک. هنرمندان و هوادارانش در روز زادروز بازار صابر برای گرامی داشت یاد او آمدند. استاد شاعر بزرگترین تاجیک به شمار می رود. شاعری است که برای خودشناسی، خودآگاهی ملت، برای آموختن تاریخ ملت، برای من ادبیات خدمت بزرگی کرده است. اگر عمر وفا میکرد، بازار صابر در این روز 85 ساله میشد. او ماه می سال 2018 و در سن 79 سالگی در شهر سیاتل امریکا درگذشت. زمان جنگ داخلی که برای مدت زندانی شد، تاجیکستان را ترک کرد. ماشینی که برای سود میبیارن، ماشینی همون محبس خانه استاد می آوردن و ما دویدن نزدشان میرفتیم که استاد میبینیم. استاد یک سونکه بخچه برو آوردن. شهریه؟ گفتم لبه استاد، اینه من برای تو آوردم. من گمان کردم که استاد لباساشون برای شستن آورده باشن که در محبسن. گفتم چی هست استاد؟ گفت که برای تو نان آوردم. این سال 93 بود. سالهای 80 قرن گذشته با جنبش‌های آزادی‌خواهی و دموکراتی پیوست و از بنیادگذاران حزب دموکراتی تاجیکستان بود. برای همین هم زندانی شد. وقتی که می‌خواستن مرا برارن، گفتم اول بازار صابر را برارید، بعد منو برارید اونجا. بعد از مهاجرت به امریکا، بازار صابر 2 دفعه به تاجیکستان آمد و جایزه هم گرفت. بعد آنکه به ستایش دوره کمونیستی و رهبری امامعلی رحمان، رئیس جمهوری تاجیکستان پرداخت. اما در این میان فقط اشعارش ستایش می شود، نه آنچه که درباره سیاست و سیاستمداران گفته است. با قرار رئیس محترم شهر دوشنبه رستم امامعلی، مکتب بسیار زیبای روبروی اتفاق نویسنده ها به نام او گذاشته شده است. شعرهای او به مثل زبان مادری از خون سیاووش امرو بسیاری از نسل‌های پیشین و حاضر در تاجیکستان می‌دانند و آوازخوان‌های زیادی اشعار او را هم می‌سرایند. و یک خبر دیگر، دسته منتخب فوتبال تاجیکستان برای انجام دادن بازی با تیم ملی پاکستان امروز 20 نوامبر توسط هواپیما با خطسر چارتری به اسلام آباد رفت. بازی دوری دوم مرحله انتخابی جام جهانی فوتبال 2026 در گروه جی میان تیم‌های ملی پاکستان و تاجیکستان روز سه‌شنبه 21 نوامبر در ورزشگاه جینه شهر اسلام آباد ساعت 14:00 با وقت دوشنبه آغاز می‌یابد. دوستان مهربان، رسیدیم به پایان نشر امروزه برنامه اخبار آزادی. از هر یک شما برای همراهی منت داریم. خبر و گزارش‌های بیشتر از این را میتوانید در سامانه رسمی ما و هم صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و اینستاگرام، توییتر و تلگرام و تیک تاک و ادناکلاسنیکی پیدا و تماشا کنید. اگر شما نشاید حادثه شدید با ما تماس بگیرید. روز خوب داشته باشید و خود را احتیاط کنید.